Rahim Production. ساز دیگه تنجی آخه امجا شیشتم که خود گفزن بیکارم بیکارم من اینجا داشتم همه کارم کردگیه ای بیکار بود چون که جبر آمد رفت آخه با همه کلینی همسایه چی شد آخه حال بتریم تخت دارم شما اومد بیا بدرو بیچوره های چیدم بکنه آفرینی همو گوش من ساعت 7 سحر برآمده رفتگیم ساعت اینه ساعت 10 شده آفتاب برآمده تا هیچ کار نکردیم لا آفرینی همو گوش من مانده شدم ماندگیه بیا اوقات بکن همین لا این چی کرده آزمانی شدم من این کار نکنم تست که من اوقات بیشتر شدم دگانه جان آمد بره رفته بود آمد خود تیوره گو تیوره گفزن گفت دهان تیو با چیکو کرده آخه کلنی همسویه آخه همین دخترای ما چی کم بود نظرش نگرفته کو خوبش میکنه اما کلنش پسنه میکنه شه خوبش میکنه احساس کرده ده انتره آخی میگن کو همین نظری که نزدیک نظرت که نگیری به هم خیلی بیگونه را که کلین کرده این انتری میشی خوبش میکنه بدترش کنه 2 ساعت گذشت مردم زنده ای کو؟ میوید دندان زهرمن میاری یا که برم من خونه برم میام برم 2 ساعت دیگه ساعت 12 شی خونه ای تلفن را بسوزه دگانه جان ای گفزن وای اهمیت نمیتیه گفزن بعد چی گپ شد آگه خی دختری او کیرم کلین کردیم شوش دادن ایره حولیم گوزه دستی من یه ایشکم خواهد خیزم رفتم طوره حولیم مالا آز میام حولیم چی میگه که قیو غرغر میکنه دل جیگر ما خودیه حولیم همه تلفون هم میگم مایده کنم خودمونم میفهمم خب کن یا سرت بمالا تلفون با توی شانه میری آخه دگونه جان چی آفرین و گوش نمیکفیده باشد اینه آمد خیرت بس که گازه دارم خیرته نانم می آورده روی نانم می دیده اینه چه خیرته ای تلفونی ما زنگ زیستن بگیرم کماردکی خدا سرشید با اکل خدا خواه اوقات درست پس نخوی چی دوست مردک جان الیا خیرته اینه مردک جان نمیدانم من خوردم خیرت اینه تلفن هازی میمانم و میرم خودم میارم زنه ایمه کویل ملدیس چی مردک؟ این خانزان مبارک شوه مبارک شوه ملدیس اخی نمی یک گوزنی دمیدره با 3-4 ساعت بس نمیکنی قطعی دگونه چیکار کنم مردک؟ چی شید که من گفتم اگه با انیق پگه نانه میخورین که رفتی نیم ساعت گوزدی اومدی تنجی بود؟ تنجی مردک جان تنجی قطعی دگونه جمع خوردی هم با فکرم آدم اینمی زنکای جکال اینمی خیچان بخچان تو خوری نمیگره خوب شید اینمی جنگش خوب شید من خلاص شیدم خوب شید چی کمال برا مردکه چو جنگ بشیدم که دگونه؟ جنگ نشیدی؟ نه خواهی با 3-4 ساعت گمزه با چوه نیم ساعت گوزدی؟ مردک جانه آخه این کسی بود خطا کرده Rahim Production. اینه یک طبق خب کدمه ها اینه اول به آچینه چا پیشیده
تو مردم در پشتی در پری آدم آچیره نشم من کانم تی تمام بس جنگ نکنه 10 لیمچه کاندی دیگه نلی چی پول دادگیم 10 لیمچه دیگه اومده سراده همه مگزینو نخره اجا نخره همه بیا پیش خونه ما خلا جنگ نکنه تمام خلا ایتیموز همین کودکای ما آچیره پا پریه دادستم روی خط قطعه هر نرسه همه دا آچیره تمام جامعه همه روچ به ترازو اینمی دست من ترازوش نه گوش کن همه گزین در چند سومه 11 اسم بیشتر یه دیونه خلافت برکب تبرا من نخ ندارم حدیث که چند سومه برو نمیکن تمام اینجا کندی من نخ ندارم عدیل چند سومه برو کم بقا در روی یخدا الله اکبر بگی بچه اینا گودک کنده بگی برا بخیر پول درکن نیستن درکن نیستن برا بیا بچه بیا کنده او آدم بیا با اینا با همو کروشه با همو کروش من میگم ایروز چوی از سودا نکرده استم من این نمیشه اینا من چیکار کنم من 24 ساعت کار میکنم من پشتی در من 24 ساعت آدم های نصیب باشه من همه تا 25 میکنم من تو خوش میگم همه تا خیر میکنم اینا ما بگی برا پول شبته همه نویسم تا پاس و ما مالی ایره بین ایزانا میکشه یه مرده که کلانه سودای ما را زده یا از ما زیگه زنه میگه همسایت تو همین مگزین که تو بیزار کردی با کیه؟ اینا ما اینا بکن اینا ما اینا ما رشکه ما بگی با ما بگه عجب چیوا ما کن ات ایزانا میکشی چیوا ایزا کشو یه مرده که کلان ات سودای ما را زده امیره میدونی اخیدو بتازم بیزنسمن سوداگرم گفتن یا مردم ایزانا میکشی همه مردم اگه جمع کرده چی ایزا بکشو چو کدام ای قطیتم سحر روز میرم ایم دری بزرگ نسم دا خانه برابر تو میخوام میارم مردم دا میفروشم سودای ما را زدی امیره میدونی من سودا تا نزدم همین نسم رفتم برابر خریدم مردم دا فروخته استم چو کدام ای بام چیزی نغزه ای چی ای بودا یوخی ای بابا چی جمع میکنی دستم میان قدیم جمع میکنی ما جمع کنیم نیومدم اکی سودا را زدی یخ ما یگام خیلی نداره خالق میایم میفروشم شما با چو کدام همین تو خودت بعد چشمت میبینی سحر روز کردی ساعت میاد بردا میره ما یعنی بردا میرم یا جو چی بعد بعد چندی میخره میخندن 9 سامانی میگیره ما یک توی میگیریم کیلوش 9 سامانی میگیریم با هازی آمدی تو چند میفروخته سی تو چندی میفروشی تو کارت چی ایمده نه چند میفروشی بگو کشی هاز من گفتم که اوجد قند سفید ارزان چندیه میگم 5 سامان 4 سامان ده میگه قند سفید 1 کیلو میگیری خیلی خیلی اینا تو چند میفروشی در بالا همین قند 1 سامان میفروشم همین سحر میرم یا جو او چیرا مثلا نسیمی قندم میخره میارم تو یاس میامونی میفروشی خیلی من چند می 4 سامان 5 سامان میفروشی سودای ما را زدی آخه چرا 4 سامان 5 سامان کیلوش میتی من سودا ترا نزدم آخه اودم تو همین سودا میکنی چی فایده میبینی هزار جو من در ضرر مگزین تو در سودا تو کار ندارم بعد در فایده و ضرر این همی کانکو من تماما کار ندارم من در فرق ندارم که من کم ضرر میبینم فایده میبینم اساس میدونی در گفت در سری چیه گفت در سری همی یکی نمی خلق در پشتی داری ما برای کان جمع میشم من خلق میبینم کیف میکنم